اون وسط زمین می‌بینی نقی جان، اون گل زمین مال شماست. بقیه اون کنار و حاشیه‌ها مال جودوکارا و کاراته‌کاراست. آقا اکثر زمینایی که به ورزشکارا دادن مشکل آب و برق داره. برای شما که از وسطش برق رد میشه. آره ولی این برقی که میگی عزیز جان، این برق فشار قویه. آره خیلی هم قویه، ماشاءالله 100 تا خونه رو برق میده. نه منظورم اینه که خطرناکه، این به مرور چجوری بگم میزنه بی ثمر میکنه. خطرناکه بی ثمر میکنه یعنی چی نقی جان؟ یعنی که ببخشید عقیم میکنه بشره. آقا ماشاءالله شما که دو بچه داری، بچه‌ت هم بزرگ شدن. آره ولی من بچه دارم، بچه من نمیخواد بچه دار بشه، فردا اینجا منزل ساخته شه نمیخواد بره بیاد. نقی جان 80 متر زمینت اینجاست، 20 متر هم لچکی اون پایین به صورت المانن قرار گرفته. ان الله همون 20 متر لچکی المانن بشه قبل من. خدا نکنه نگو اینجوری اول بیشگون نداره دیگه. نگو این حرفا رو نگو. البته اینجا اگه بزنن جنازه گرگ و شغال زیر زمین بمونه. ولی از نظر امنیت خیالت راحت نقی جان، اینجا امنم. خدایی بهش میمونه آقای معمولی. بهش نگاه کن اصلا بهش میمونه بهش. آقا بریم تو بارون سنگین‌تر نشده. بریم هوا خراب، ما با ماشینم برسیم، ماشین در بیاد. آره عزیز این همه من عکس انداختین، این همه فیلم گرفتین. ای دلی دار من